من به برادرها و خواهرای شیعه‌ام گفتم وقتی میاد اینجا تو قیام مهرتم با خودت بیار، دستم ندن، کسی حق نداره چپ چپ بهش نگاه بکنه. اگر پید برد که این مهر نباید بذاره اون موقع خودش نمیذاره. ما خیلی از خواهرها و برادرای شیعه داریم تو این مجالس میان، دوستشون داریم، از صمیم قلب دوستشون داریم. رفتار بعضی از افراد مانع نمیشه که همدیگر رو دوست بداریم. اگر من اشتباه کردم این مانع نمیشه، این اشتباه شخصی منه. امام میفرماد میدونید ما چرا انقدر به شما میگیم با این سنی‌ها مخالفت بکنید؟ لأن الرشد فی خلافه. برای اینکه اگر هدایت میخوای به واقعیات برسی با اینا باید مخالفت بکنی. آخه این تو سخنرانی‌ها میگن ما هیچ مخالفتی نداریم، ما از خدا مخالفت داریم تا پایین. تو خدا اختلاف داریم، تو پیغمبر ما فقط اشتراک در قبله داریم. تو خدا اختلاف داریم، تو پیغمبر اختلاف داریم، تو امامت اختلاف داریم، فرد به فرد، تو نماز، تو روزه، حج، جهاد، خمس، همش اختلافیه. امامم میفرماد با اینها مخالفت بکن، دین تو از غیر شیعه نگیر، یعنی سراغ علمای سنی نرو. چرا؟ لانهم خانوا الله و رسوله. برای اینکه اینا دزدن، خیانت کردن، هم به خدا هم به پیغمبر. از اون رئیس کلشون بگیر تا این پایین اینا خیانتکارن. شما در دینتون به اینا مراجعه نکنید. خالفوهم ما استطعتم، برای دستور مخالفته. در روایات میخونی اگه اونا چیزی رو گفتن واجبه شما بگین واجب، اگه اونا چیزی رو گفتن حلاله شما بگین حرامه، اگه اونا گفتن حرامه شما بگید حلال. اینا روایاتشو میخونی. علی کل حال اینا اختلاف ما با اینها زیاد داریم. لا تنازعوا، هم اختلاف نداشته باشین، کشمکش نداشته باشین، جنگ و دعوا و درگیری روی موارد بی ارزش و پیش و پا افتاده نداشته باشین. حالا به مذهب و رنگ و فرهنگ با هم اختلاف نداشته باشید. من حنفی هستم، شافعی هستم، حنبلی هستم، مالکی هستم، من شیعه هستم، سنی هستم. هر کسی هستی مسلمان درست باش. اگر مسلمان نیست که انسان درست باش. اسلام از ما تو همین ده میخواهد. نسبت به اهل سنت و غیره کاملا ادبیاتمون از 30 سال قبل هم هیچ عوض نشده، ولی کسایی که دارن فتنه‌گری میکنن، این منطق امیرالمومنین اینطوری بوده برادر بزرگوار، اینها باید شخصیتشون له بشه. قرآنی که میگه قولوا للناس حسنا، نسبت به بعضی از فتنه‌گرها مثلا تعبیرش این هست که مثله کمثل الکلب این تحمل علیه یلهث و این تترک یلهث. این بابایی که داره فتنه‌گری میکنه، یا اون دسته از آخوندهای یهودی که دارن فتنه‌گری میکنن، القاء شبهه میکنن، قرآن درباره اونها داره مثلهم کمثل الحمار. من تو هستم و تو ما هستی، ما دو جان در یک تن قرار داریم، یک تن. مرز ما اسلام هست، ما بر اساس دین با هم برادر هست. والله برادری خیر است، صلح خیر است، آرامش خیر است، همدلی خیر است، مهربانی خیر است، عطوفت خیر است، همدیگر پذیری خیر است، با آغوش کشیدن خیر است، با پیشانی باز با برادر مسلمان ملاقات کردن خیر است، کلمات نیکو نثار کردن با برادر مسلمان خیر است. اختلافات رو کنار بگذاریم، اختلافات ما را به جایی نمیرسانه. اختلافات زمینه نفوذ دشمن را و نفوذ دشمن را در بین ما مساعد میسازه. یه موقع بحث تریبون عمومی است، مجالس عمومی است، صدات ضبط میشه، فردا اونها شما لعن بلند بکنن. یه بحث اصلا بحثم اونجاها نیست. من فعلا بحثم بغض فردیه، یعنی یه شیعه نمیتونه از بغض به راحتی بگذره. اینو میخوام بگم، اصلا دست خودش نیست که بگذره. بحث وحدت و جامعه اسلامی و بله درگیری ما با اهل سنت یه بحث تایید شده از همه هم میدونیم. این حق و باطل جمع ممکن نیست و نمیتونی بگو همه فرقه ها هم حقن، اهل سنت هم حقن، ما هم حقیم، نجیدونا باطله، که اصلا حرف مسخره ایست. اجتماع نقیضه اینه، حق و باطل با هم جمع نمیشود. حالا تو تمام زورت هم بزن. امام اگه میگه وحدت 20 سال پیشو میگفتن یک، اولا امام نگفتن، دو یکی دیگه بود، امام تایید کردن. یک بنیانگذار وحدت شیعه و سنی امام نبودن. امامو لکه دارش نکنید خیر ببینید. امام نگفتن، رهبر انقلاب هم نگفت، یکی دیگه بود که الحمدلله سیلی فاطمه زهرا هم خورد و رفت کرد. حداقل
اخلاق علی رو داشته باشید. به نام شیعه علی رو بدنام نکنید. الان این کاری که تو انجام میدی، توهین و اهانتی که میکنی، میدونی به پای کی نوشته میشه؟ میگن شیعه علی این کارو کرده و والله علی از شما و امثال شما بیزار است. نمیتوند مسئله لعن و براءت رو از شیعه بگیرد، چون اگر براءت و لعن رو از شیعه گرفتید یعنی دینش رو ازش گرفتید بلا شک. منی داریم یا شیعه داریم یا سنی. شما شیعه اید، یه دستم سنی هم، یه دستم منی هم. منی اگه گفت کیه؟ اونا که شیعه است اما میگه عمرم خوب بود، اونا منی هم. اون کارش خرابه خورده. اخلاق علی رو داشته باشید. دروغ میگید شما که شیعه علی هستید. علی خامنه‌ای دروغ میگه که شیعه علی است. خمینی دروغ میگفت که شیعه علی است. مکارم شیرازی و قزوینی و سیستانی و گلپایگانی و اینا دروغ میگن، جنتی و غیره. مصباح یزدی و اینایی که تو ایران دارن ظلم و ستم میکنن برای این ملت، اینها شیعه علی نیستن، دروغ میگن. اگر شیعه علی می بودن اخلاق علی رو می داشتن. امروز جنایاتی که در عراق، در سوریه، در افغانستان، در پاکستان، در بحرین، در یمن انجام میدن، آیا علی رضی الله تعالی عنه این کار انجام میداد؟ اینا سبعی هستن، اینا علی اللهی هستن، اینها رافضی هستن، اینا پیرو علی نیستن. میخواید فرق بین اینا و بین علی رو بشناسید؟ برید همین نهج البلاغه علی رو بخونید. ما نمیگیم بیاید بخاری و مسلم و نمیدونم فلان و از قرآن خوندن که خیلی اینا شما رو به دور گذاشتن. برید همین نهج البلاغه که تو هر خونتون هست، برید همین نهج البلاغه رو بخونید، اخلاق علی رو ببینید و ببینید که اینها چقدر شما رو از علی دور کردن، این آخوندهای رافضی.